سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. فرشید سهراب هستم، نوازنده و مدرس ساز سنتور. تو این ویدیو قصد داریم قطعه شماره 14 از کتاب گلنار استاد پشنگ کامکار رو با هم دیگه کار بکنیم. قطعه آیبانو، یه ترانه محلی بیرجندی. امیدوارم اجراش کنید و از نوازندگیش لذت ببرید. قبل از هر چیز ممنون میشم که حتما کانال یوتیوب من رو سابسکرایب کنید. این پست رو همین الان لطفاً لایک کنید. یه لایک ساده میتونه به من خیلی کمک کنه و انگیزه بده برای ادامه مسیر. کامنت بذارید، این پست رو با دوستاتون به اشتراک بذارید و به بقیه هم کمک بکنید که این ویدیوها رو ببینن. یادتون باشه که این ویدیوها صرفا برای کانال یوتیوب من گرفته میشه و اگر اون از هر پلتفرم دیگه ای میبینید کاملا غیر قانونی و غیر اخلاقی است. ممنون که تا آخر ویدیو با من هستید. بریم که ویدیوی خوب داشته باشیم. خب این قطعه شماره 14 یه قطعه 6 8 و به صورت 1 2 3 4 5 6 میشماریمش. شروع میکنیم با هم دیگه جمله به جمله نوت‌خوانی میکنیم و اجراش میکنیم. خب میزان اول رو میتونید به عنوان یه جمله در نظر بگیرید. نوتامون هست سی ر دو سی که سی آخر رو باید ریز بگیریم. اجراش میکنیم. سی ر دو سی. حالا با شمارش اگه بخوایم بزنیم میشه 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 که چون یه علامت تکراری میزان داره باید دو بار بزنیمش. میریم سراغ جمله بعد. دو میزان آخر خط اول نوتامون هست سی ر دو سی سی لا سی ر دو سی. اجراش میکنیم روی ساز. سی ر دو سی سی لا سی ر دو سی. با شمارش اجراش میکنم. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6. بچه‌ها اگه من زیاد دیگه تأکیدی روی شمارش ها و نوت‌خوانی و این چیزا نمی‌کنم، به خاطر اینکه این نکته ها باید توی کتاب قبلی کاملا برای شما جا افتاده باشه. اگر هنوز ایراد دارید توی نکته های شمارشی و این چیزا، حتما باید برگردید ویدیوهای قبلی رو نگاه بکنید. ویدیوهایی که مثلا مربوط به قطعه 6 8 هست رو برید ببینید. اونجا کاملا با جزئیات توضیح دادم که چطور شمرده میشه، چرا اینجا او اضافه میشه برای نوت دولاچنگ. اینا رو دیگه باید الان تو این سطحی که هستید براتون کاملا جا افتاده باشه. خیلی خب میریم سراغ خط دوم. سی دو ر ر دو سی دو سی لا. این دو میزان رو میتونیم یه عبارت یا نیم عبارت در نظر بگیریم. اجراش میکنیم. سی دو ر ر دو سی دو سی لا. به راست چپش حواسمون باشه، دو راستی چپایی که توش داره حتما رعایت بشه. با شمارش میزنم 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 و دو میزان بعدی سی دو ر ر دو سی دو سی. تقریبا مثل قبلیه، فقط آخرش یه تفاوت کوچیک داره، یعنی عملا لای آخرش حذف شده. پس دو میزان آخر خط دوم سی دو ر ر دو سی دو سی. با شمارش میزنیم 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 که بعد یه تکرار دو میزانم داره. پس دو خط اول رو اجرا میکنم برای اینکه حالا هوای کلیش دستتون بیاد که چی هست. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6. این دو خط اول بود. میریم سراغ خط سوم. کل خط رو میتونیم یه عبارت ببینیم. سی لا سول لا سی فا دو دو سی سی لا سول لا سی فا ر دو سی. یه جمله هست که دو بار اجرا میشه. بار دوم فقط یه تفاوت جزئی توی آخرش داره. بار اول میشه فا دو دو سی، بار دوم میشه فا ر دو سی. اجراش میکنیم. سی لا سول لا سی فا دو دو سی سی لا سول لا سی فا ر دو سی. بار دوم میشه ر دو سی. با شمارش 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6. بسیار خوب. میریم سراغ خط چهارم. یه نکته رو بچه‌ها اینجا اشاره کنم چون جدیداً دارم میشنوم ازتون، این که من دارم، شما باید حتما نوتاتون رو حفظ کنید و قطعه باید کاملا از حفظ اجرا بشه. یعنی شما باید
نوتتون رو یاد بگیرید، کتابتون رو ببندید بذارید کنار و نوتتون رو از حفظ بزنید. این که من دارم الان همزمان نگاه میکنم و میزنم، این نیست که من الان دارم نوت میخونم و میزنم، چون این قطعه رو من وقتی خودم اجرا میکنم تغییراتی رو توش میدم، زینت بهش اضافه میکنم، بعضی وقتا به تناسب حالا اون قطعه ممکنه راست چپش رو تغییر داده باشم. من الان دارم چک میکنم که دقیقاً همون نوت رو براتون اجرا بکنم که وقتی شما میخواید بزنید گیج نشید، و الا شما باید کاملا قطعتون از اول تا آخر حفظ باشید و بدون کتاب بتونید اجرا بکنید. میریم سراغ خط چهارم. دو میزان اول سی دو دو سی دو دو سی دو دو سی، میزنیمش سی دو دو سی دو دو سی دو دو سی، میشماریمش یک دو سه چهار پنج شیش، یک دو سه چهار پنج شیش. و دو میزان بعد سی ر دو سی سی لا سی ر دو سی، میزنیمش سی ر دو سی سی لا سی ر دو سی، یک دو سه چهار پنج شیش، یک دو سه چهار پنج شیش. میریم سراغ خط بعدی، خط پنجم. سی دو ر دو سی دو سی لا سی دو ر دو سی دو سی، میزنیمش سی دو ر دو سی دو سی لا سی دو ر دو سی دو سی، که یه تکرار دو میزان هم داریم که اون دو میزان آخر باید تکرار بشه. با شمارش میزنیمش یک دو سه چهار پنج شیش، یک دو سه چهار پنج شیش، یک دو سه چهار پنج شیش، یک دو سه چهار پنج دو سه چهار پنج شیش، یک دو سه چهار پنج شیش. حالا اینجا حواستون باشه اینجا که بی گذاشته، توی خط سوم هم یه دونه ای گذاشته. این قسمتی که میبینید قرار آخر قطعه دوباره تکرار بشه، پس این علامت فعلا کاری بهش نداریم، میریم پایینتر بعد میرسیم بهش. خط یکی مونده به آخر سی دو ر ر ر ر ر دو سی دو ر ر دو سی دو سی. حواستون باشه توی میزان دوم یه زینت داریم که باید یه دونه نوت دست چپ روی نوت می چسبیده به ر دوم اجرا بشه، یعنی عملا باید بزنیم ر میره دو، یعنی روی ساز اینجوری میشه ر میره دو میه، یه نوت شلال بهش میگیم اصطلاحاً که چسبیده به ر دوم میخوره. باز دوباره اینا توی کتاب قبلی دقیق‌تر و کاملتر توضیح داده شده. فرض بر اینه که شما بلدینش، فقط برای اینکه یه یادآوری بشه من اینو اشاره کردم بهش. خیلی خب، پس این 4 تا میزان رو اجرا می‌کنیم. سی دو ر ر ر ر ر دو سی دو ر ر دو سی دو سی، میشماریمش یک دو سه چهار پنج شیش، یک دو سه چهار پنج شیش، یک دو سه چهار پنج شیش، یک دو سه چهار پنج شیش. و دقیقا همین جمله دوباره تکرار میشه توی قسمت بعد سی دو ر ر ر ر ر دو سی دو ر ر دو سی دو سی. دقیقا همین، عملا این ملودی باید 4 مرتبه اجرا بشه، 2 بار نوشته شده که هر بارش 2 بار تکرار میشه. بعد که اینو اجرا کردید، حالا توی اون میزان بعدی AB نوشته، یعنی باید برگردیم از خط سوم که علامت آ رو گذاشته تا آخر خط پنجم که بی داریم، این قسمت رو دوباره تکرار کنیم و در آخر با یه جفت سی قطعه ما تموم میشه. میریم یه دور از اول تا آخر اجراش میکنم، بشنویدش. با مترونوم هم میزنمش که دیگه متوجه بشید چطوریه. میدونید قطعه 6 8، پس بعد مترونوم رو روی 2 ضربی بذاریم. سرعت قطعه هم که 98 هست. تنظیم میکنیم مترونوممونو 2 ضربی 98. البته مترونوم من 98 نداره، من رو 96 گذاشتم، البته خیلی تفاوت چندانی نداره. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6. میدونید با هر ضرب مترونوم باید 3 تا شماره شمرده بشه. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6.
قری هم داره این آهنگه، به نظرم که میتونید حسابی از اجرا کردنش لذت ببرید. به هر حال امیدوارم که این ویدیو مورد توجهتون قرار گرفته باشه. یادتون باشه لطفاً حتما همین الان لایک کنید، کامنت بذارید، این پست رو با دوستاتون به اشتراک بذارید، کمک کنید که این ویدیو بیشتر دیده بشه، هم به دیگران کمک کنید، هم به من انرژی انگیزه بیشتری بدید که ویدیوهای بهتری رو تولید کنم. و یادتون باشه که این ویدیوها صرفاً برای کانال یوتیوب منه و اگر اون رو از هر پلتفرم دیگه می‌بینید کاملا غیر قانونی هست. خوب و خوش باشید.